مراجعه کننده عزیزمون دختر خانم 19 ساله‌ای هستن که پارتنر دارن و خواستن که ویرجین بمونن ولی رابطه مقعدی داشتن و تست آزمایششون هم که برای ما آوردن مثبت بوده. حالا اشتباه کار از کجا هسته؟ اشتباهی که این دختر خانم عزیزمون انجام داده این هستش که رابطه مقعدی باعث انتقال ویروس HPV به ناحیه روده و اطراف اون هستش که معاینه توی ناحیه روده خیلی سخت‌تر هستش. از اون ور نخواستن که به حاملشون آسیب برسه ولی از این ور مشکلات حادتری رو به وجود میارن، چون معاینه توی اون ناحیه خیلی سخت‌تر هستش و حتی ممکنه که مجبور بشیم توی بیمارستان با دستگاه‌های مخصوص این کار رو انجام بدیم. پس سعی کنید که هیچ وقت این اشتباه رو نکنید. برای از دست ندادن یک چیز مسئله رو سخت‌تر نکنید.